گلبرگ اکبارова فروشنده مغازه عبدالعزیز در بازار پنجشنبه شهر خوجند به او ابدار می شود که صحنه 13 سپتامبر سال 2023 زودروز 36 خود را با تنطنه در داخل مغازش با تشکیل دستورخوان پر از ناز و نعمت و دعوت همکارانش گذرانیده است. در صحبت‌های ویدیویی که خدمات مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت در نشر نوبتی برنامه ملیتی خبر میدهد نشر کرده دیده می شود که در داخل مغازه میز کلان گذاشته، بالای آن غذا و شیرینی‌های گوناگون از جمله تورت گذاشتند و در دیواز مغازه لوحه‌های زودروز مبارک نصب کرده شده است. در نوار همچنین دیده می شود که به جشن زودروز گلبرگ اکبارova تقریبا 15 نفر همگی زنان و دختران دعوت شدند و برابر به مغازه در آمدن و جشن و ویران کردن کارمندان مقامات اکثر میهمانان از کرسی‌های خود شتابان برخاسته کوشش میکنند که رو به فرار بیارند. این در حالی است که ماده 8 قانون تنظیم و رسم آیین که سال 2007 قبول شد، سال 2017 طلباتش بازم شدیدتر کرده شد. تجلیل جشن زودروز تنها در دایره اویله اجازت میدهد. شهروندان بر اساس این بند قانون حق ندارند به زودروز خود حتی دوستان و دوگانه و یا همکاران و همکسبان خود را دعوت کنند. قسم دوم ماده 481 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری تاجیکستان برای ویران کردن این بند قانون از جانب صاحبکاران و علمای دین همچون جزا جریمه به اندازه 750 نشان دهنده برای صبح‌ها، یعنی برابر به 51,000 سومانی یا تقریبا 4,600 دلار پیش بینی میکند. همچنین اکبر شریفی سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت در برنامه ملیتی خبر میدهد از آشکار شدن باز یک حالت ویران کردن قانون تنظیم در شهر غفوروف خبر داد. گفته می شود که ساکن این شهر جسوربک ظهوروف 16 سپتامبر در خانه‌اش ختنه فرزندش را با آراستن دستارخوان پرناز و نعمت، پختن 3 دیگ طعام و دعوت بیش از 150 مهمان گذرانیده است. این در حالی است که قانون تنظیم گذراندن ختنه را تنها در دایره اویله اجازت میدهد. به شهروند ظهوروف جریمه به اندازه از 110 نشان دهنده برای صبح‌ها، یعنی برابر 7,480 سومانی یا نزدیک 700 دلار تهدید میکند. محدود کردن جشن زودروز و معرکه‌های دیگر چون ختنه از سلسله قانون‌های عجب الغریب قبول شده در تاجیکستان است که در مطبوعات بین المللی همیشه به باد مسخره کشیده می شود. حامیان حقوق نیز این قانون را یک علامت برجسته دخالت مقامات به حریم حیات شخصی مردم و نقض حقوق و آزادی‌های انسانی شهروندان تاجیکستان می نامند.